دوستای عزیز، در ارتباط به مقدمی حدیث، ما قبلا شرف علم حدیث، مقام و جایگاهش بیان کردیم که قرآن کلام الله و اسلام بدون حدیث پیامبر، بدون گفته‌ها و اعمال پیامبر نمیتونیم ما شما درک کنیم. احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم یا سنت طریقی عملی اسلام است. عملا پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما شما اسلام تعلیم داده. در ارتباط شرافت مقامش بسیار احادیث بیان کرد. فضیلت و برتری راوی حدیث، کسی که حدیث روایت میکنه چقدر ثواب ها داشت که پیامبر صلی الله علیه و سلم دعا کرد که نظر الله امرا سمع مقالتی، الله تر و تازه داشته باشد همون شخصی را که میشنود سخنهای مرا و باز فحفظها، حفظش میکنه، خوب حفظش میکنه و اداها کما سمعها، همون قسم به مردم میرسانه که شنیدگی است، یعنی از پیش خود که کم و زیاد نمیکنه. حالا یک موضوع دیگه که پیامبر صلی الله علیه و سلم بر روایت حدیث یا نقل حدیث به دیگرها، رسانیدن حدیث به دیگرها، دعوت دادن مردم به حدیث پیامبر امر کرده است. این را بیان میکنیم. و دو موضوعی که حس السلف، یعنی صحابه و تابعین چقدر مردم ترغیب میدادن به حدیث، او را همین دو موضوع را انشاءالله باز دیگر روز در خود کتاب و کتاب برتان مشخص کردیم که بلوغ المرام، بازم او را بگیرین. یک حدیث صحیح در ارتباط از که پیامبر صلی الله علیه وسلم امر کرده که به شما قرآن حدیث برسانین. امام احمد و امام بخاری حدیث صحیح قوی ترمذی و غیره روایت میکنن از عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله عنهما قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم بلغوا عني ولو آیة وحدثوا عن بني اسرائیل ولا حرج ومن كذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. عبدالله بن عمرو بن عاص میگه که این خودش بسیار حدیث نوشته میکرد و حتی نوشته میکرد، حفظ میکرد. میگه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود که بلغو برسانین، تبلیغ کنین ای مسلمانان. امر کرد و این امر بر وجوب است، واجب است، فرض است. ولو آیتا، ولو ای بر تقلیل، اگر که یک آیت هم باشه، یعنی اگه هیچ نیست یک آیت است، امور هم یعنی کمترین هم باشد برسانین. به حدیث خو میگه پیامبر امر کرده بود، جدی بود، یعنی آیت با وجودی که الله قرآن حفظ کرده ولی میگه بازم ایره برسانین به مردم، یاد بگیرن. و تبلیغ چطور میشه؟ تبلیغ آیت که معنایش بفهمی، بدون فهم معنا آیت تبلیغ کرده نمیده. اگر بکنی مردم نمیفهم. مثلا اینجا یک آیت تو هم بخوانو چی میفهمه؟ نینال تبلیغ قرآن یا تبلیغ حدیث بدون فهمش ناممکن است. اگه هم تا میگه تبلیغی نی فلانی تبلیغی است و تبلیغی تا قرآن حدیث نفهمه تبلیغی شده نمیتونه و تبلیغش هم با صحیح نمیباشه. اگر تبلیغ هم کنه و تبلیغش صحیح نیست. پس غیر از اینکه الله پیامبر میگه که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، ای پیامبر برسان آنچه که به تو نازل شده من ربک، از جانب ربت. ما و شما را پیامبر امر میکنه بلغوا عنی، برسانین از طرف ما، که یاد میگیرین ولو آیتا، اگر که یک آیت باشه. و حدثوا عن بنی اسرائیل، بیان بکنین سخن از اقوال اولاد یعقوب یعنی یهودیا را، ولا حرج یعنی دی گناه نیست، به شرطی که بفهمی که این میگه اسرائیلی است و این مخالف دی دروغ نیست. این را بفهمی که دروغ نیست. اگر فهمیدی که دروغ از یقینی بیان نکن، اگر نفهمیدی که دروغ نیست، اصل نیست، بیان کنی گپی نیست. و گپای بنی اسرائیل که است، اسرائیلیات که میگن، اون نقل از او نه گپی را که ما از اونا میشنویم نه تصدیق میشه نه رد. اگر قرآن ردش کرده بود یا حدیث صحیح او رد میشه، اگر نکرده بود نه تصدیق میکنیم نه رد، به خاطر که اونا دست خورده و تحریف شده است. اما پیامبر صلی گفت که اگر از واقعات از اونا بیان کنین گناه نداره. و من کذب علی متعمدا، اینال سعی کنین. خب از آیتن این فهمیده میشه که حدیث هم برسانین. ما گفتیم به خاطر که این جملهش میگه که هر کسی کذب دروغ گفت علی به بالای من متعمدا قصدن یعنی یک گپی را ما نگفتیم، میفهمه که این حدیث نیست، او را گفت، حدیث جور کرد، از پیش خود جور کرد. فلیتبوأ مقعده من النار، جور بکنه انسان جای خود را داتش،
یعنی جهت میده آتشی میره مگر اینکه توبه بکنه و دیگه. از این چی فهمیده میشه که حدیث بیان کنین اما دروغ نگوین. کدام حدیثی را که پیامبر نگفته اشکده باشی که او را نگویی که حدیث است. یا یک مولوی صاحب حدیث بیان میکنه نمیفهمه و هم در این گناه داخل نمیشه. اما اگر بفهمه که حدیث نیست یا ضعیف است یا منکر است یا موضوعی است باز بیان کنه و بگویه که پیامبری طور گفت و ما مسئولیت داریم و یک مکلفیت و یک مسئولیت متوجه یک مسلمان به حدیثی که پیامبر نگفته بسازه با جایش داتش است. و حال متاسفانه مردم از کم خود حدیث میگن که دروغ یا ضعیف است یا ثابت نیست. و امام طبرانی روایت میکنه ابی قصافه رضی الله عنه عن رسول الله صلی الله علیه و سلم، از رسول الله صلی الله علیه و سلم، بعضی گفته حسن است بعضی گفته ضعیف، می حدثوا عنی بما تسمعون، پیامبر میگفت حدثوا بیان بکنین با مردم عن از ما بما تسمعون با آنچه که میشنوید، یعنی احادیث چیزی که من میگم میشنوین ایرا بیان کنین به دیگران. اونجا گفت که ولو آیتا آل میگه بما تسمعون آنچه که میشنوید، ولا تقولوا الا حقا نگوین مگر حق، هر جایی که هستین کلمه حق بگوین. قرآن و حدیث خو حق است، دیگه جای دیگه گپ باطل نگوین. و من کذب علی، کسی که به ما دروغ جور کرد، بنی له بیت فی جهنم یرتع فیه، یعنی از این فهمیده میشه که شما یاد میگیرین باید در خانه و فامیلتان برسن، به دیگر دوستایتان هر جای دعوت بتین مردم، امر کردگی است و این فرض است واجب است. و یسروا آسانگیری کنین، یا کسی نمیفهمه زود برا تاپا و ماپش نکنین که توستی مشرک هستی و ایستی مبتدی استی و گپت خراب است. نه اینطور نه، آسانگیری نمیفهمه. یک روز گپ بیان کردی قبول نکرد قناعتش حاصل نشد دیگه یعنی دوامدار سرش کار کنی آخر قبول میکنه. ولا تعسروا، سختی نکنین، سختگیری نکنین سر مردم. یکم تا دنده گپ یک طور بیخی اسلام بیرون میکنه. و بشیروا، بشارت بتین، خوشخبری بتین به مردم، مژده بتین، یعنی تشویقشان کنین زیاد. آیت های بشارت فضائل. ولا تنفروا، نفرت ایجاد نکنین، مردم از اسلام فرار نتین. و اذا غضب احدکم، اگه غضب شد یکی از شما، یعنی که جانب مقابل که بحث کنی غضب میش، باز میفعل یسکت، سکوت کنه، چوب باشه. دیدی که یک آدم بخی جاهل است غضبناک ساخت، چوب باش دیگه. یعنی تو نگو که او را باز مردم ما شما از ذره بی حوصله هستمی، زود دیگه تا یک خدا میکشه یک تا پیش میکنه خلاص برو گپت خلاص شد. و روى الترمذي عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض القرآن وعلموا الناس فاني مقبوض. این حدیث هم امام ترمذی میگه حسن، بعضی میگه ضعیف است، محققین گفته ضعیف است. تعلموا الفرائض میگه فرایض یاد بگیرین، میشه در فضائل که یعنی فرایض چیست؟ فرایض اسلام یا علم میراث، القرآن، قرآن، و علم الناس، به مردم یاد بتین، یاد بگیرین یاد بتین. فینی مقبوض، به خاطر که من دنیا میرم، یعنی من همیشه نیستم که بر شما حدیث بیان کنم، همیشه قرآن بیان، من میرم و اگر میخواین که دین الله جاری باشد بر مردم تعلیم بتین قرآن حدیث. یکی از علمایی که با وجود که نه جمله عارفین است، یعنی عارف است، شعرانی نام داره، این میگه که در کتابت حدیث نوشتنش و اسمایش بر مردم، همین صوفیام که بود دو نوع بودن، یکی حدیث میخواندن بیان میکنن قرآن حدیث، اگر که مردم او را مثلا چی میگفت عارف میگفت صوفی میگفت، و یک گروهش است که از قرآن حدیث دور است دیگه، اونوش برای نادرست روان است که از قرآن دور است از حدیث. یکی که با قرآن حدیث میرن رایشان صحیح است، اما اگه جا اشتباه دارن و اشتباهشان منهجشان صحیح است. بعضی یا زیاد بود که منهج صحیح داشتن، از این جمله همی شعرانی است. این میگه که در کتابت حدیث اسمایش بر مردم رسانیدن شنواندنش بسیار فواید است، یعنی فایده های زیادی است. از او جمله میگه عدم اندراس ادلت شریعه، یکی کمی دلایل شریعت از بین نمیره. قرآن بیان کرده میری احادیث این از بین نمیره. اگر تنها فقه بیان کرده رفتی، یعنی آنچه که از قرآن حدیث فهمیده میشه، قرآن حدیث ماندی، دلایل اسلام از بین مردم گم میشه، مردم نمیفهمه که قرآن چی میگه. یکی میگه. دوم چرا؟ فإن الناس لو جهلوا ادلته
میگه اگر مردم جاهل شوند، کل مرد دلایل جملتاً در مجموع والعیاذ بالله لربما عجزوا، بسیار وقت میگه عاجز میشن ان نصرت شریعت من خصمهم، و از اینکه شریعت الله را، دین الله را، قانونش نصرت کنن، کمک کنن در جانب مناظر و کسی که در مقابلشان است، کسی که دعوا میکنه، بحث میکنه. یعنی کسی که با تو بحث میکنه با زور نمیتونی که شکست بدی اگر دلیلش نفهم. اگر بگوی فقه تو میگه و میگه ما گپ فقه قبول ندارم، گپ الله را بگو، اسلام خو منبعش قرآن حدیث است، گپ اسلام را بگو. و دیگه ای قولشان میگه که این وجدنا آباءنا علی ذلک لا یکفی، این خودش میگه که ما پدرای خود به می، یعنی علمای ما به می را رفته، ای کفایت نمیکنه. علمای ما فهمیدن نه، مثلا بگویم ائمه مجتهدین قرآن حدیث فهمیدن، با ما همون کفایت میکنه. با ما ضرور نیست که ما قرآن حدیث بفهمیم، ما باید فقه از اونا را بفهمیم، فهم از اونا را بفهمیم، فهم علما مجتهدین را بفهمیم. نه مثلا بگویم که امام ابو حنیفه رحمه الله، امام مالک، شافعی، احمد ابن حنبل، اینی 4 اماما و دیگه امام مجتهدین، گپای از یاره که ما بفهمیم همی با ما کفایت میکنه. نه میگه این صحیح نیست. و ماذا یضر الفقیه یکون محدثا، میگه چی ضرر میرسانه به فقیه که محدث باشه، یعنی حدیث بیان کنه. یعرف ادله کل باب من ابواب الفقه، دلایل هر باب از ابواب فقه بفهمه. این چی است؟ ولی بعضیا مخالف میگه پس نه می قرآن حدیث نخوان، جاهل هستن. خب اگه عالم هم باشه جاهل است، در ظاهر عالم باشه جاهل است. و دیگه فایدهش چیست؟ یکی که دلیل شریعت از بین نمیره، دوم تجدید و صلات و تسلیم. همیشه میگه انسان صلات میگه و سلام تقدیم میکنه و پیامبر نه. هر وقت که گفتیم که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، هم صلات میگیم هم سلام میگیم، تجدید صلات بر رسول الله صلی الله علیه و سلم در هر حدیث، در هر حدیث. و همین قسم تجدید و ترضی و ترحم علی صحابه و تابعین، یعنی رضی الله عنهم بر صحابه میگیم یا رضی الله عنه، و رحمه الله بر تابعین میگیم. از روات الى وقت نهاز، یعنی از امون وقتی پیامبر سم که رحمه الله و رضی الله عنه تابع الحال، الله ازی راضی شود. رضی الله عنه چی معنی؟ الله ازی راضی شود. میلیون ها مسلمان بر یک صحابه بگوید الله راضی میشه از پیشش. یک راوی حدیث سعی کنین که حالا میلیارد ها مسلمان مور رضی الله عنه میگه و میگه و میگه، این کلش دعاست. رضی الله عنه چی معنی؟ الله ازی راضی شد. رحمه الله، یا الله تو مباله ازی رحم بکن، این کلش دعاست. دیگه فایدهش چیست میگه؟ و اعظم فایدهش فوز به دعایه لمن بلغ کلامه من امتی الى امتی، میگه کامیابی دعای پیامبر، انسان میتونه که دعای پیامبر نصیب شود. زیرا پیامبر سام به کسایی که حدیث بیان میکنن دعا کرده برش که نضر الله امران سمع مقالتی فوعاها و اداها کما سمعها، تر و تازه داشته باشد الله همون شخصی را که میشنوه سخن مرا، یعنی احادیثه میشنوه، میایه در درس میشینه، در درس حدیث میشینه، فوعاها باز حفظش میکنه، و فاداها کما سمعها باز ادا میکنه به دیگه کس میرسانه، دیگه مسلمان قسمی که شنیده، یعنی در دعای پیامبر داخل میشه. این فایدهش، یعنی این میگه که و دعا مقبول بلا شک، دعای پیامبر مقبول است بدون شک. یعنی همین کسی که حدیث بخونه پیامبر سم برش دعا کرده که الله ایرا خوشبخت و تر و تازه و به ایمان به اسلام تازه داشته، یعنی که همیشه به اسلام عمل کنه و در دعای پیامبر حتمی داخله و دعایش قبول است. الا ما استثنى كعدم اجابتي في ان الله تعالى بعث امتي فيما بينهم كما ورد، مگر ای که الله یک دعایش میگه مستثنا کرده که قبول نکرد، و ایست که جنگ در بین امتش نباشه، این الله قبول نکرده. دیگه کل دعای پیامبر سم قبول شده، یعنی پیامبر سم این دعا را کرد که در بین امتم جنگ نباشه، الله گفت نه. دیگه یعنی امت خو جنگ در بین مسلمان ها می باشه و ایام یک عذاب الله است. البته همون مسلمانایی که به قرآن حدیث عمل کنن جنگ در بین اونا نیست. هر وقت از قرآن حدیث دور شدن به فساد رفتن، او یک جزا است که الله در قرآن یاد کرده قل هو القادر علی یبعث علیکم عذابا من فوقکم و من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا فیذیق بعضکم بأس بعض.
اینال الله قدرت داره که از آسمان عذاب نازل کنه یا زمین خسف یا بیاد، یا را الله از ما دور کرده، یا شما را گرد و فرقه جور کنه، یکی تانه توسط دیگه تان جزا بده، یکی دیگر را میزنه و میکشنه بناحق. این نمیش میگه قبول نشده دیگه، دعای پیامبر هم قبول است. یعنی این فایده هایی که حدیث ما یاد با وجود خود از این صوفیست. میکان الاعمش رضی الله عنه، میگه اعمش یکی از تابعین است، رضی الله عنه صحابی است، میگه یقول، میگفت که علیکم بملازمت السنه، با بالای شما لازم است با ملازمت سنت، و علموها للاطفال فانهم يحفظون على الناس دینهم اذا جاء وقتهم. با بالای شما لازم است به ملازمت سنت که سنت التزام کنید، یعنی همیشه حدیث بخوانید، همیشه بخوانید بیان کنید، همیشه تا که زنده است. معلموها للاطفال، و حدیث بر اطفال یاد بدید، اطفال تانه. ما شما خب در این وقت علمای ما حدیث نمیخوانن، می اطفال یاد بدید، اطفال خداحافظ قرآن میسازیم، حدیث نه حدیث بر اطفال یاد بدید. چرا؟ فانهم يحفظون على الناس دینهم، زیرا اطفال میگه حفاظت میکنه به مردم دینشانه، یعنی قرآن یاد گرفتن، حدیث دین حفاظت از دیگه حفظ کردن. اذا جاء وقتهم، وقتی که وقتشان میگه بیاین یا کلان شون بالغ شون، دین اسلام حفاظت میشه. اولادت قرآن و حدیث یاد بدی، قرآن حفظ کنه، حدیث حفظ کنه. و کان وکی رحمه الله یقول، وکی یکی از محدثین است، این می فرمود که تابعیست، علیکم باتباع ائمه المجتهدین والمحدثین، میگه لازم است با بالای شما با تابعداری ائمه امامای مجتهدین محدثین. کسی که امام است در دین مجتهد است. مجتهد ای که از کلیات اسلام قرآن حدیث جزئیات بیرون میکنه، علمش بسیار بالا، و محدث است، حدیث پیامبر اسلام یاد کرده، حفظ کرده، با مردم بیان میکنه. تابعداری از یارا کنین. چرا؟ فانهم یکتبون ما لهم و ما علیهم، زیرا یا نوشته میکنن آنچه که به نفعشان است و به ضررشان است. یعنی محدثین اینطور نیست که اونها حدیث به ضررش باشه و رو نوشته نکنن، هر اگر به ضررش آمد نوشتهش میکنه، اگر به نفعش آمد. بخلاف اهل الاهواء و الرأی، بخلاف اهل خواهشات رأی، کسی که رأی خواهش کم گم میزنه، یعنی به وحی رجوع نمیکنه. این تو کسا سابق هم بود، این در قرن دو اهل رأی پیدا شده. فانهم لا یکتبون قط ما علیهم، میگه اونا هیچ وقت همون چیزی که به ضررشان است نوشته نمیکنن، نمیگن. واقعا محدث که با تقوا هیچ وقت چیزی را پنهان نمیکنه. این میال من خودم بسیار آیات احادیث بخلاف عمل ما باشد و بعضی اعمال ما را رد کنه، او را نمیمانم، بیان میکنم، یا خودم او را انجام داده نتانم نسبت مشکلات یا هر گپی که باشه، ولی او را میگم به خاطر میم دیگه کس پیدا میشه که توانایی داره با او عمل کنه. ما باید، یعنی این تو نیست که چیزی که به نفعش یکم تا میگه که مولوی صاحبان چی که به نفعشان باشه میگن، نه نباشه. نه، او مولویه که محدث نباشه، اهل قرآن نباشه، عالم قرآن و حدیث نباشه، او همینطور اصل در بینشان. اگر که در بین اوم خوب خراب داره، اما کسی که اهل حدیث قرآن باشه، حسن عامل باشه، هیچ وقت ترک نمیکنه، علم پنهان نمیکنه. کان شعبی و عبدالرحمن ابن مهدی، امام شعبی یا مفسر محدث است، عبدالرحمن ابن مهدی میگه یزجران کل من رأیاه یتدین بالرأی، میگه زجر میدادن، یعنی دور میکردن، تقبیح میکردن هر کسی را میدیدن که دین داری میکرد برای به نظر فلانی عالم اینطور گفت بدون دلیل. یعنی رأی چی را میگه که بدون دلیل گپ میزنی و تابعداری از یک چیز بدون دلیل میکنی، اینی را میگه. کسایی که به عقل زیاد توجه میکنن، به وحی نه، میگه وارا زجر میدادن، منع میکنن، شدید منشان میکن، تقبیحشان میکن. و ینشدانه، میگه تو یک از جمله گپای مهم خدانه در تحت نظم بیان میکردن، میگفتن دین النبی محمد اخبار نعم المطیت للفتى الاثار. دین نبی محمد اخبار است، یعنی دین پیامبر چیست؟ خبر هاست، یعنی قرآن است، حدیث است. اخبار جمع خبر، خبر حدیث میگه، وحی است، یعنی از کم خود پیامبر گپ نمیزد، نه؟
و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. پیامبر از خواهشات خود گپ نمیزن، گپش نیست مگر آن چیزی است که برش وحی میشه. وقتی که پیامبر همیشه از وحی میگفت، شما چرا از شکم خود گپ میزنین؟ نه، گپ وحی را نمیگین. دین نبی محمد اخبار نعم المطیة، بهترین سفر است بر یک جوان الاثار. آثار یعنی جمع اثر، آنچه که از پیامبر نقل شده. با مولا ترغبن عن الحدیث و اهله فالرأی لیل و الحدیث نهار. رغبت نکنی، اعراض نکن، روی نگردان از حدیث پیامبر و اهلش. کسی که اهل حدیث است یاد میگیره، عمل میکنه، از یاد دور نشو از اهل حدیث. چرا؟ فالرأی لیل، زیرا رأی و نظر که است شب است، تاریکی است. و الحدیث نهار، حدیث که است روز است. یعنی حدیث به منزله روز، روشن است. رأی که تاریکی است. هست حق دو است، نه هیچ، بپال پیدا نمیشه. حالا بسیاری میگن فلانی خان اینطور گفت، دلیلش چیست؟ ویشه دیگه نمیفهمیم ما. اگر بگوی حدیثی طور میگن، نه خوبم یک چیز نمیفهمن، نه. حالا بگویم گپ ازی خب مخالف حدیثه، گپ ازی مخالف گپ پیامبره. خیلی چه کار است دیگه که علم کلان خود این تو کارام میکنن. خب اینجاست که در تاریکی ها میمانی. حدیث مثل روز واری روشنه. و کان مجاهد یقول لاصحابی، مجاهد ابن جبر هم مفسر هم محدث، شاگرد عبدالله ابن عباس، میگفت برای اصحاب خود، شاگردایش، لا تكتبوا عني كل ما افتیتو، نوشته نکنین از من هر چیزی را که من فتوا میتم. کل ما افتیتو به، هر چیزی را که من فتوا میتم نوشته نکنین. اینطور میگم. چرا؟ و انما یکتب الحدیث، نوشته که میشه حدیث میشه که از پیامبر است. چرا؟ ولعل کل شیء افتیتکم به اليوم ارجع عنه غدا، میگه شاید که هر چیزی که من امروز فتوا بدم صبح رجوع کنم. یعنی امروز من یک فتوا میتم، دلیلش به من معلوم نیست یا اجتهاد کردم و صبح روز معلوم شد که اجتهاد من غلط بود، من رجوع میکنم. و این تو نشته کردی یک چیز غلط او را نشر میکنی، کل اگه او را دین گفته عمل میکنن، حتی نمیمان که فتوایشان نوشته شد. فکر کنید. ولی حدیث یک چیزی است که وحی است و همیشه ثابت است تا روز قیامت و تغییر نمیخوره. و کان ابو عاصم رحمه الله یقول، میگه ابو عاصم رحمه الله که محدثین است، مفسر آمد، میگه اذا تبحر الرجل فی الحدیث کان الناس عنده کالبقر. میگه وقتی که یک انسان در حدیث خوب بفهمه، او مردمایی که از حدیث گپ نزنن، ازش کم گپ دیان، میگه پیش او دیگه مردمایی که از حدیث گپ نزنن، از وحی، میگه مثل بقر برش معلوم میشه، مثل گواری. یعنی گو است، میگه اسلام مانده، دیگه چیزا گپ میزنه. اسلام قرآن حدیث است. و کان الامام ابو حنیفه رحمه الله رضی الله عنه یقول ایاکم والقول فی دین الله تعالی بالرأی و علیکم باتباع السنه فمن خرج عنها ضل. میگه امام ابو حنیفه رحمه الله که این مذهب مشهور در پاکستان، افغانستان اکثرش در این مذهب، میگفت که ایاکم، خدا نگاه کنین، هشدار، خبردار، والقول فی دین الله تعالی بالرأی، گپ زدن در دین الله به نظر، به فکر، از فکر خود، از نظر خود، از اشکام خود گپ زدن، هوش کرده باشی، خدا نجات بده. و علیکم باتباع سنه، و لازم است به بالای شما تابعداری سنت، حدیث. فمن خرج عنها ضل، کسی که از بیرون شد گمراه میشه. یعنی کسی که از حدیث بیرون شد گمراه است. به می خاطر امام ابو حنیفه رحمه الله بعضی وقت به یک حدیث ضعیفه که اگر که مخالف قیاس است، یعنی عقل است، به او عمل میکنه. مثلا یک کسی در نماز نه خنده قهقه کنه، میگه وضوش هم شکست، اگر نه تنها نماز فاسد میشه، و میگه وضو هم دو بار یک حدیث ضعیفه، چون که حدیث بود نظر نمیده، میگه صحیح است، میگه چون که حدیث است من میگم که وضوش هم شکسته. یعنی به حدیث توجهش زیاد. و دخل علی مرة رجل من اهل الكوفه والحديث يقرأ عنده فقال رجل دعونا من هذه الاحاديث. دو وقت امی اهل رای در کوفه، ای خو امام ابو حنیفه رحمه الله از کوفه در موجه تولد شده و موجه زندگی کرده. پدرش میگن که نعمان ابن زوتی، یعنی پدر کلانش در میساهای کابلستان میجا بوده، میگه در میسا زندگی میکنه، خودش در موجه تولد شده. میگه یک روز داخل شد یک مردی از اهل کوفه،
و حدیث پیش امام ابو حنیفه رحمه الله قرائت میشه، مردم حدیث میخوان. میگه یادم گفت که دعونا من هذا، بانین ما را از یه حدیث. الا بتین حدیث چی بیان میکنی؟ یعنی گپ فقه بگوین با ما. میگه فزجره الامام اشد الزجر، امام ابو حنیفه رحمه الله را زجر داد، زجر تقبیحش کرد، منش کرد شدید. چی گپی را زدی تو؟ میگه حدیث بانین. حال حدیث خو اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله، این دوم جزء کلمه است. چه قسم توی گپ گفتی؟ بسیار تقبیحش کرد. می وقال گفت که له از برای می آدم لولا سنت ما فهم احد منا القرآن، اگر سنت نمی بود، حدیث نمی بود، هیچ یکی از ما قرآن نمی فهمید. واقعا حدیث است که ما قرآن فهمیدیم. قرآن از طریقش کم فهمیده میشه. یعنی دوم روایت که عزیز سوم مرتبه می قیل له مرتن، یک روز برای امام ابو حنیفه رحمه الله گفته شد قد ترك الناس العمل بالحديث واقبلوا على سماعه فقال رضی الله عنه، یعنی گفت مردم عمل به حدیث ترک کرده. با امام ابو حنیفه رحمه الله گفت فقط میشنون عمل نمیکنن. چی کار کنیم؟ یعنی دمی کوفه و بغداد دمی عراق میتور است. می فقال رضی الله عنه گفت امام ابو حنیفه الله زیر از شهرم نفس سماعهم للحدیث عمل به، همی که میشنون اینمی خودش عمله. یعنی خیر است اگه عمل هم نمیکنن بازم احادیث بیان کرده برین. این بانه شده نمیتونه که حالی کسی عمل نمیکنه چی میکنی؟ حدیث نه باز همی شنیدنش مهم است. و کان رضی الله عنه میبوت امام ابو حنیفه رضی الله عنه یقول لم تزل الناس فی صلاح ما دام فی من یطلب الحدیث، مردم همیشه در راه اصلاح و خوب روان هستند، در حالت خیر می باشه امت اسلامی، تا وقتی که در بین از اینا عالم باشه که یطلب الحدیث، حدیث طلب کنه، حدیث یاد بگیره. تا وقتی که حدیث در بین مسلمان ها باشه این گفت بخیر روان است. فاذا طلب العلم بلا حدیث فسدوا، وقتی که علم یاد کنن بدون حدیث فاسد میشن، خراب میشن، برباد میشن، از دین اسلام دور میشن. واقعیتش هم مطور است. فعلا ما شما یعنی اکثر ما از احادیث خود دور کردیم، فاسد شدیم، اسلام نمیفهم. خود امام ابو حنیفه رحمه الله گفت که تا وقتی که حدیث در بین امت باشه اینا قوی می باشن، بخیر می باشن، دشمن سرشان غالب شدن نمیده. و کان یقول میبوت امام ابو حنیفه رحمه الله می گفت، این به این خاطر آوردیم که بعضیا به دروغ میگن که ما حنفی هستیم، حدیث نمیخوانم یا حنفی است. نه، تو مذهب امام حدیث است. حتی کلانترین فتوای مذهب حنفی کتاب کلان مفتابی که از اینکه کتاب قوی نیست که ابن عابدین یا رد المحتار میگه یا فتاوای شامی، او میگه که وصح عن الامام انه اذا صح الحديث فهو مذهبی. از امام ابو حنیفه رحمه الله به صورت صحیح ثابت است که حدیث صحیح بود و نمو مذهب من، این نظر ما، فتوای ما و نموست، فکر ما و نمو است. دیگه اگر کدام گپ یعنی مخالف حدیث بود تو رو وسبانین، گپ ما، فتوای ما، اجتهاد ما. حالا حدیث قرآن یک گام جای بخوانی و میکشنده، میگه ای قرآن میخوانه حدیث ای از مذهب برآمده بکشش. حالا ما که میگیم که ما اصل مذهبی استیم، حنفی استیم، مالکی استیم، شافعی، کل ائمه می مذهبشان حدیثه، ما نمیگیم که نیستیم. یعنی هم حنفی استیم، شافعی، مالکی، هم چهار مذهب اهل سنت کلش هستیم. به خاطر کل از اینا مذهبش چی بود؟ حدیث. حدیث صحیح، فتوا هر کس میگه به حدیث پیش کنین صحیح بود قبول کنین، نبود نه خلاص. اصل مذهب ما مینمیست، اما در بین مذهب دیگه جور کردن پسان مردم 300-400 سال بعد از امام ابو حنیفه رحمه الله در بین مذهبش دیگه مذهب جور کردن. و دیگه مذهبی هر چیزی که عالم سابق گفت یا امام صاحب گفت اگر موافق حدیث اصل نیست ما قبول داریم. حتی که امام ابو حنیفه رحمه الله هیچ خبر نیست، پسان به نام حنفی یک عالم دیگه آمد گفت من حنفی استم، آلو فتوا دادم، نظر او را میگه که قبول نکردی از مذهب بیرون است. امام خوبان یعنی در بین مذهب دیگه مذهب جور کرده. ما که هستیم مخالف اینی گپ هستیم، تحریف کردن مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله. مذهبش چی بود؟ حدیث بود. یعنی حدیث اگه نباشه از وحی دور از دیگه. این بسیار یک گام تا میخواه که گپا را بگویه ولی در حق امام خیانت میکنه. میگه امام ابو حنیفه رحمه الله میگفت که لا ینبغی لاحد
أن يقول قولا حتى يعلم أن شریعة رسول الله تقبله. جایز نیست برای هیچ کسی که یک گپی را بگوید تا این که بفهمه شریعت الله شریعت الله رسول الله صلی الله علیه و قبولش داره. یعنی تا که نفهمیده که شریعت رسول الله را قبول کرده، حق نداره که دیگه گپ بگویه یا گپ دیگه را قبول کنه. یعنی هر گپ هر عالمه که ما میشنویم باید ببینیم که در این حدیث پیامبرم این گپ گفته تایید کرده یا نه. اگر خو حدیث باید باشه. این گپایی است که یا اذا سهل حدیث فهو مذهبی نه، یا امام ابو حنیفه رحمه الله میگه که در بحر الرایق یک کتاب دیگه کلان شرح کنز الدقایق در مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله یا حنفی است، و میگه که امام میگه که لا يحل لأحد ان يفتي بقولنا ما لم يعلم من اين قلناه. حلال نیست برای هیچ کسی که فتوا بده به قول ما تا که نفهمه که ما این از کجا گفتیم. اون تا که من بگه پا نفهمه فتوا حرام است. من بیش چیز قرآن حدیث. خب این خو گپای امام ابو حنیفه رحمه الله بود و یه سلف صالح است. امام مالک رحمه الله چی میگه؟ مذهب دوم به حساب مذاهب اربعه اهل سنت، 4 مذهب چارگانه اهل سنت. امام ابو حنیفه رحمه الله در عمر در سن بالا بود که در سال 80 پیدا شده و 150 دنیا رفت، 80 هجری. بعد از این امام مالک است، یعنی به حساب عمر. امام مالک رحمه الله چی میگه؟ میگه که ایاکم و رأی الرجال الا ان اجمعوا علیه. خبردار از رأی مردم علما خود دور کنین مگر اینکه اجماع کرده باشن. یعنی کل علما دو وقت علما کی بود؟ یعنی ائمه مجتهدین اتفاق کردن او صحیح. در غیر از او از نظرهای ائمه مجتهدین یعنی او را حتمی قبول نکنین. چیکار کنیم؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تابعداری کنین آنچه که نازل میشه بر شما مسلمانان من ربکم، یعنی قرآن، و ما جاء نبیکم، و آنچه که از پیامبرتان آمدگیست حدیث ازی. یعنی تابعداری، یعنی او علما اگر نظر میته دلیل از قرآن حدیث نداره تابعداریش نمیکنی مگر اینکه کل ائمه مجتهدین اتفاق کرده باشه. تابعداری چی را میکنی؟ قرآن حدیث میکنی. اگر در قرآن حدیث نیست باید میگه وإن لم تفهموا المعنى، اگر معنا را از قرآن حدیث نفهمیدین فسلموا لعلمائکم، بازی را بسپارین به علمایتان، علمایتان او را پیدا میکنه. ولا تجادلوهم فإن الجدال في الدين من بقايا النفاق، مجادله نکنین با علمایتان زیرا جدال در دین از بقایای نفاق است. یعنی این هم میگه که اصل دین چی است؟ قرآن است، حدیث است. وروى الحاکم والبیهقی عن الامام شافعی، از امام شافعی رحمه الله، نه بعد از امام مالک. امام شافعی رحمه الله حساب عمر و آمدگی است. این هم بسیار عالم. امام مالک رحمه الله خو معطی امام مالک نه حدیث کتاب نشته کرده، بسیار عام امام اهل مدینه بود. در مدینه شهر رسول الله صلی الله علیه و سلم زادگاه پیامبر شهرت داشت. قال قبرش هم اونجا دفن است. امام شافعی رحمه الله قریشی است. یا بسیار کلان عالم کامل چقدر مسلمان‌ها در مذهب عزیز هستند. این امام حاکم بیهقی از امام شافعی روایت میکنه انه کان یقول، میگه همیشه میگفت امام شافعی اذا صح الحديث فهو مذهبی، حدیث که صحیح باشه اونم مذهب من. فتوا میداد در یک موضوع که دلیل صریح، ولی میگفت که حدیث در زیر دو کل حدیث جمع نشده بود، حدیث که صحیح بود اونم مذهب است. هر وقت که حدیث پیامبر رسید به او عمل کن. ابن حزم یکی از علمای بسیار جید و بزرگ است، میگه که اذا صح الحديث یعنی ای صح عنده، به نزد خودی صحیح باشه عند غیر من الائمه، یا دیگه ائمه صحیح باشد با او حدیث عمل کنید. حدیث صحیح باشه به نزد ائمه حدیث. و در روایت از این فهمیده میشه صح الحدیث، اگر حدیث صحیح نبود با او عمل نمیشه، کلشان صحیح باشه. صحیح و صحت حدیث 5 شرط داره، باز ان شاء الله اگر شد پس اونا میگذرم. و در روایت دیگه میگه امام شافعی رحمه الله گفت که اذا رأيتم كلام يخالف كلام رسول الله فاعملوا بكلام رسول الله واضربوا بكلام الحائط. وقتی که میگه دیدین گپ مرا، فتوای مرا، نظر مرا یخالف کلام رسول الله، مخالف بود با کلام رسول الله صلی الله علیه و سلم، چی کار کنین؟ فاعملوا بكلام رسول الله صلی الله علیه و سلم، عمل کنین با کلام رسول الله صلی الله علیه و سلم. واضربوا بكلام الحائط، بزنین گپ مرا در دیوار. یعنی گپ ما ارزش نداره، گپ ما زمانی ارزش داره که
در روشنی قرآن و حدیث باشه. که مخالفش شد دیگه گپ در دیوال دیگه. زیرا رسول الله خود جز ایمان است، رسول الله، گپ از وحی، گپ ما وحی نیست. و قال مرة للربیع، یک روز می بر ربیع شاگردش گفت که یا ابا اسحاق لا تقلدنی فی کل ما اقول، تقلید مرا نکو در چی که من میگم. تقلید یعنی بدون دلیل تابعداری نکو. وانظر فی ذلک لنفسک فانه دین، میدهی فکر بکو در نفست، زیرا دین است. نشه که گپ ما مخالف باشه و تو عمل کن. این در گپای ما فکر کنیم که موافق قرآن حدیث هست. یعنی هر گپی که ما گفتیم نگوین. یعنی اونا مجتهد بود و مجتهد که است مرسا میگه که یخطی و یوسیب، هم خطا میکنه هم به حق میرسه و در خطاییش تابعداری حرام است که بفهمی خطا کرده. بر خودش اجر است اما دیگرها ثوابش باید تابعداری کنه. و کان رضی الله عنه اذا توقف فی حدیث یقول لو صح ذلك لقلنا بی، میگه بود عادتش امام شافعی الله عز وجل وقتی که در یک حدیث توقف میکرد یعنی کی صحیح است، یعنی بعد از اون میگفت که لو صح ذلك لقلنا، اگه این صحیح می بود امیر میگفتیم، اما حال ما در صحتش نمیفهم صحیح، یعنی از حدیث وصول نمیشد. و کان یقول اذا ثبت النبی شیء لم يحل ترك لشیء ابدا، میگفت همیشه اذا ثبت عن النبی، وقتی که ثابت شد از نبی الله صلی الله علیه و سلم، بی ابی هو و امی، پدر و مادرم فدای ازی شود، بعد از یک شیء یک گپی از پیامبر ثابت شد، لم يحل ترکه، حلال نیست ترک کردن ازی، لشیء، به هیچ چیز دیگه حلال نیست که برای همیشه ای را ترک بکنی، برای هیچ وجه تا روز قیامت ترک کردن نمیشه. یعنی گپی که از پیامبر ثابت است او ترک نمی، گپای ما ائمه مجتهدین ترک میشه، گپ پیامبر ترک شده نمی. و روى البیهقی ان الامام احمد رضی الله عنه، خب بعد از امام شافعی در مذهب اهل سنت کی بسیار امام مشهور امام احمد ابن حنبل، امیال مردم سعودی عربستان در مذهب عزیزتن، در بسیار جای دیگه هم تابعدارا داره. این میگه که رضی الله عنه که انه کان اذا سئل عن مسئله، میگه امام احمد ابن حنبل بود وقتی که از یک موضوع سوال میشد گپ دین، یقول میگفت اول احد کلام مع رسول الله صلی الله علیه و سلم، آیا برای کسی هست یک گپی به امرای رسول الله، پیامبر یک گپ گفته باشه با دیگه کس حق داره که نظر بده؟ یعنی هیچ. این سوال انکارن بیان میکرد. مثلا کسی میامد میگفت رسول الله صلی حدیثی تو را شما چی میگن؟ میگه گپ پیامبر باشه دیگه کس حق داره گپ بزنه؟ ما شما نیست که مقام حدیث باید بفهم، جایگاهش از نظر خود امامای دین بفهمیم. حالا میگه پیامبری تو گفته نه صحیح، مولوی صاحب فلانی خان چی میگه؟ مفتی صاحب چی میگه؟ دکتر صاحب چی میگه؟ و کان یتبرأ كثيرا من رأی الرجال و یقول لا ترى احدا ينظر في كتاب الرأي غالبا الا وفي قلبه دخل. میگه و کان یتبرأ كثير، همیشه میگه اعلان براءت و بیزاری میکرد من رأی الرجال، از نظریات علما، مردم، نظر علما که بدون دلیل بود میشه بعد میامه اوسو پرتویره. و یقول میگفت که لا ترى احدا ينظر في كتاب الرأي غالبا، نمیبینی هیچ کسی را که نظر میکنه در کتاب رأی، کتابا نوشته شده بود دوا رأی من نظریات علما، نمیبینی که کسی در کتابایی که رأی است یعنی فقط نظر علما بدون دلیل است سیل بکنه، مطالعه کنه، غالبا اکثر اوقات الا و فی قلبه دخل، مگر در قلبش فساد است. دخل دال و خا زبر داره، اردوش فساد گفته میشه. یعنی کسی که در قلبش فساد باشه، مفسد باشه، او زیادتر پشت گپای رای و فتوا میگرده، فتوای بدون دلیل قرآن و سنت. او کسی که تابعدار وحی باشد، تابعدار پیامبر باشد، هیچ وقت پشت گپای مردم نمیگرد، پشت گپای پیامبر میگرده، یا گپای مو علمایی که گپ پیامبر میگن. مکان ولد عبدالله یقول سالت الامام احمد، اولادش ولدش عالم بود عبدالله، میگه من از امام احمد سوال کردم از پدرم، عن الرجل يكون في بلد لا يجد فيها صاحب حديث لا يعرف صحيحه من سقيمه ولا صاحب رأي فمن يسأل وصاحب رأي فمن يسأل منهما عن ديني. میگه یک کسی آمد میگه گفت که یک انسان در یک شهری است که اونجا عالم نیست مگر اهل حدیثی است، یک عالم حدیث است، حدیث میفهمه اما صحیح و ضعیفش نمیفهمه.
یک عالم داریم حدیث میفهمه، نمیفهمه این صحیح است ضعیفه، محدث است. و یک عالم دیگه داریم که صاحب رأی است، هیچ حدیث نمیفهمه، تو فتوا داده میره، نظر خود گفته میره. فمن یسأل منهما عن دینی، از کی سوال کنه از امی دو عالم؟ از عالمی که حدیث میفهمه اما صحیح و ضعیفش نمیفهمه، و یک عالم دیگه است که هیچ حدیث نمیفهمه اما رأی میفهمه، نظره. از کی سوال کنیم؟ فقال گفت که یسأل صاحب الحدیث، سوال شود از صاحب حدیث، همو عالمی که حدیث میفهمه. ولا یسأل صاحب الرأی، صاحب الرأی کسی که نظر ازش کم خود میته و فتوا، از او سوال نشه، از او سوال نکن دینت. چرا؟ و بلغنا ان شخصا استشار فی تقلیب احد من علماء عصری، میگه با ما رسیدگی یک نفر بچ فرزندش میگه مشوره کرد با امام احمد در تقلید یکی از علمای عصرش. دمی علمای زمانی ما یک عالم تقلید میکنم خلاص، یعنی گپ یک عالم قبول دارم دیگرها را نه. همین گپ چطور است؟ فقال گفت امام احمد ابن حنبل رحمه الله لا تقلدنی، مرا تقلید نکن. با وجودی که خو این قدر این رئیس المحدثین میگن، میشار ده حدیث که حتی یک سوال کرد از امام احمد ابن حنبل که یک کسی 100,000 حدیث یاد داره، فتوا بته یا نه؟ میگم تو دل و نادل گفت که بته یا نه تا، یعنی به یقینی نگفت فتوا بده، 100,000 حدیث حفظشه. گفت لا تقلدنی، گفت تقلید مرا نکن. همین آدم گفت یعنی تقلید چی نمیه؟ بدون دلیل، دلیل ما را که نفهمیدی گپ ما، فقط محض گپ ما را تابعداری نکن. ولا تقلد مالکا، و امام مالک هم تقلید نکن. ولا الاوزاعی، و نه امام اوزاعی. اوزاعی امام اهل شام بود، این سوریه دمشق میگن. ولا النخعی، و نه امام نخعی، ایام در عراق بود. ولا غیره، و نه غیرش، مثلا امام ابو حنیفه رحمه الله و غیره و غیره. و خذ الاحکام من حیث اخذوا، بگی احکام از اون جایی که اونا گرفتن. اونا از قرآن حدیث گرفت، شما هم بگیرین. البته در باز شعرانی میگه این محمول برای کسی قدرت به استنباط احکام داره، یعنی میتونه قرآن حکم از قرآن حدیث بفهمه. ده اجتهاد شرط نیست حکم از قرآن حدیث فهمیدن، یعنی متبع کسی که همه میفهمه که اینی قرآن است و یا علما کلش آل خاصان شده، نظریات کل علما ائمه مجتهدین، میبینی کدامش دلیلش قوی است، این ترجیح داده میتونه. اینی گفت از جای بگیرین که ما گرفتیم، یعنی این علما از کجا گرفتن؟ از قرآن حدیث شما بگیرین، کس توانایی داره. هر کسی بیخی عامی است باز برای از اون مثلا هیچ چیز نمیفهمه، و اگه گپ یک عالم قبول کرد دلیلش خود نمیفهمه، زمانی که فهمید که گپ از این مخالف قرآن حدیث است باید ترکش کنه، اگه ترک نکرد باز در خطر میاد. و همین قسم شعرانی میگه که ما سمعت سید علی الخواص رحمه الله يقول ليس مراد الاكابر من حسم العمل على موافقة الكتاب والسنة الا مجالسة الله ورسوله في ذلك الامر لا غير، فانهم يعلمون ان الحق تعالى لا يجالسهم الا في عمل شرعي. میگه ما از علی خواص شنیدم که مراد اکابری نبوده که ترغیبشان به عمل با موافقت کتاب و سنت، فقط همی بوده که مجالست الله و رسول، یعنی همیشه حکم الله را بشنون، از پیامبر را بشنون، دیگه هدف نداشتن. میگه یا میفهمیدن کسی که با الله و رسول یعنی کتاب الله را میشنوه حدیث ای زیاد عمل میکنه، اما کسی که از این دور است مبتدی یعنی از قرآن نمیفهمه یا خلاف قرآن حدیث عمل میکنه، او را دین میگه که از اینا نشست نکنین، از این مردم ها دور شوید. پس از این چی فهمیده شد؟ ما گفتیم ترغیب سلف صالح در فهم حدیث، یعنی حدیث یاد گرفتن، دین از منبع اصلیش یاد گرفتن قرآن حدیث. تماما ائمه مجتهدین هر چهارش گفتیم اتفاق دارن. و می خاطر یکم تا میگه که تومت میکنه، میگه یا مذهب قبول ندارن، نه مثلا مرا میگه یک تا دیگر را میگه نه، کی گفتیم ما نداریم؟ هیچ وقت نگفتیم. ما 200 بار گفتیم قبول داریم، هر 4 امام قبول داریم. اما گپایی که خود امام ها گفتن، خودشان گفتن که گپ ما را ببینین، فتوای ما را ببینین، درس های ما را ببینین، اگر موافق قرآن حدیث بود عمل کنین، اگر نبود خودشان گفتن ما بشر هستیم اشتباه میکنیم، بازو را در والدین و با قرآن حدیث عمل کنیم. ما هم امام ابو حنیفه رحمه الله امام بود، مجتهد بود، بسیار خدمت کرد، بسیار زحمت کشید و نمیگیم که ما به او میرسیم. امام مالک رحمه الله امام کوفه، امام عراق است، امام ابو حنیفه رحمه،
امام مدینه امام مالک رحمه الله، امام مکه مصر و غیره امام شافعی رحمه الله، امام شام امام اوزاعی رحمه الله و امام سعودی و نیجا امام احمد رحمه الله. حتی امام عراقی در عراق بود زندگی میکرد امام احمد بعد از امام ابو حنیفه. کل از یا خدمت کرد، کلش نور چشم ما، بسیار زحمت کرد، علمشان بسیار بالا. اینا که ما اینطور نمیگیم که پشت یکی از یار بریم مثلا تنها امام احمد قبول کنیم فتوایش دیگه شبانیم، نه، این کار ما میگیم نکن. هم امام ابو حنیفه هم امام، هر کسی که موافق قرآن حدیث دلیلش هست. و این هم نمیگیم که تنها امام ابو حنیفه رحمه الله هر چی که گفت قبول کنیم دیگه شوس کنیم، بلکه از هر کدامی گل هاستن، مثل که در باغ گل های مختلف، هر کدام گل های خوشبو از هر کدامش استفاده میکنیم، هر چارش قبول داریم. تماما ائمه مجتهد، خود 4 تا 5 تا 6 تا مشهوره، هر امام مجتهد، هر عالم بر حق قبول داریم، دوستش داریم. ولی مردم ما ایران میمانی تومت میکنن و این مذهب امام است. مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله چی بود؟ این می بود. در بین مذهب دیگه کشیدن، تومت میکنن، این طور است، شما را قبول ندارید، شما را یکم تا ببینیم مثلا به حدیث عمل میکنیم، تو در مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله چی بدی دیدی؟ حالا ما کی گفتیم ما به هیچ بدی ندیدیم، چرا عمل نمیکنی؟ عمل میکنم کو این خو اینمی عمل است. امام صاحب میگه که حدیث صحیح بود اونم مذهب من. حتی تو برام فتوای شامی را بخوان، میگه اگه یک روز یک کسی به مذهب امام شافعی بخونه نماز خدا، دیگر روز به مذهب احمد ابن حنبل، دیگر روز به امام مالک، اما به شرطی که در کل اعمالش حدیث باشه، میگه این از مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله بیرون نمیشه. تا پیش نکو که به مذهب خراب یک تاپه دی به مذهب شد. تاپای بعضی ها فرق میکنه، او تاپای از مردم همی دا به مذهب دی میگه. سوک چه مذهب نلری، دین نلری، چی قوا ویلا رحمه نیستیم به مذهب. استغفر الله. دیگه الله به ما شما توفیق فهم صحیح دینه نصیب کنه و تومتا و بهتان ها ما شما را دور کنه انشالله. دیگر روز ما شما یه گپ مهم بود که شما حدیث یعنی بفهمید. صلی الله علیه و محمد و علیه کتاب بلوغ المرام انشالله شروع